سلام دوستان عزیز، باز هم خوش آمدین به یکی از ویدیوهای دیگر ما در چنل یوتیوب چکر مزار. امروز قرار است برای شما یکی از زیباترین و مقدس‌ترین مکان‌های زیبای افغانستان و در شهر مزار شریف را به معرفی بگیریم. روضه مبارک یا زیارت حضرت علی در شهر مزار شریف. روضه مبارک یا زیارت حضرت علی رضی الله عنه یکی از مشهورترین و مقدسترین مکانهای تاریخی و مذهبی در افغانستان است که در شهر مزار شریف قرار دارد. بسیاری از مردم باور دارند که این مکان قبر حضرت علی بن ابی طالب چهارمین خلیفه مسلمانان قرار دارد. گفته می شود که پس از شهادت حضرت علی بن ابی طالب در سال 661 میلادی محل دفن ایشان مخفی نگه داشته شد. طبق روایاتی که در افغانستان مشهور است، بعد از حدود 300 سال قبر ایشان در منطقه بلخ کشف شد. سپس در همان محل بنای بزرگ ساخته شد که امروز به نام روضه مبارک شناخته می شود. ساختمان کنونی این زیارت در دوره حکومت سلطان حسین بایقرا از سلسله تیموریان در قرن 15 میلادی بازسازی و توسعه یافت. روضه مبارک یکی از زیباترین بناهای تاریخی افغانستان است. ویژگی‌های مهم آن شامل گنبدهای فیروزه‌ای و آبی رنگ، کاشی‌کاری‌های بسیار زیبا و اسلامی، حیاط بزرگ و مناره‌های بلند، حضور هزاران کبوتر سفید که یکی از نمادهای این زیارت محسوب می‌شود. این زیارت برای مسلمانان بسیار اهمیت دارد و هر سال هزاران زائر از سراسر افغانستان و کشورهای دیگر برای زیارت به این مکان می آیند. همچنین یکی از بزرگترین مراسم‌های افغانستان به نام جشن نوروز در مزار شریف در همین مکان برگزار می شود که با مراسم جنده بالا آغاز می گردد.
مزار شریف به معنای آرامگاه مقدس است و به دلیل وجود همین زیارت این شهر به این نام معروف شده است. روضه مبارک نه تنها یک مکان مذهبی بلکه نمادی از تاریخ فرهنگ و زیبایی شهر مزار شریف است. تشکر از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب، لایک، شیر کنید.